اسمشو گذاشتم مرغ مخصوص، چون فقط یه مرغ ساده نیست، وسطش کلی چیزای خوشمزه داره که جلوتر بهت میگم. برای درست کردنش هم اول میریم سراغ مرغ. میایم یه کاسه آب و یه کاسه آرد و ادویه رو میذاریم کنار دستمون. مرغامونو که خوب کوبیدیم، اول توی آرد، بعد آب یخ و بعد آرد میزنیم. ما اینجا مرغ پولکی نمیخوایم، فقط میخوایم یه کاور آرد و ادویه داشته باشه و بعد هم که تو روغن سرخش میکنیم. برای وسط ساندویچ هم موادی که میبینید رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و میذاریمش کنار که البته با مرغ بی‌نظیر میشه. بعد هم مرغامون که کاملا کریسپی هست رو خورد میکنیم. از اون طرف هم ترکیب کره و سس کچاپ و مقدار سس تند رو مخلوط میکنیم و مرغای کریسپی شدهمون رو بهش اضافه میکنیم. مرغامون اینجا هم حالت ترد داره، همین که با سس مخلوط شده و فوق العاده خوشمزه است. حالا این سس خوشمزه رو میخوام بهت یاد بدم که تو همه ساندویچات میتونی استفاده کنی. قارچ مقداری تفت بده، بهش چیپس خرد شده و یه دو تا پنیر گودا اضافه کن. برای ساندویچ کردن هم هر نونی که دوست داشتی استفاده کن. بعد اون سس کرمی که بهت آموزش دادم و بریز، مقداری هم جعفری، ترکیب قارچ و چیپس رو میریزم و بعد مرغ‌های کریسپیمون. همین و تمام. نوش جونتون.